سلام دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید، همیشه خوب مانید. دوستان عزیز، ماه شریفی رمضان مبارک به هر یک شما. در اینجا امروز من یک نمود سلاطی آسانک سبک از همه نمود ویتامین ها باید آماده کردم. حتما با ما باشید. من در اینجا همه نمودی کبوتی ها رو من گرفتم. من گشنیج، اوکراپ، پیازی کبود و شاول گرفتم. دوستان عزیز، کسانی به کانال ما آبونه نیستند، آبونه شوید. دستگیری را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است. هر یکش را من دوریده گرفته، نغز که در آب گرم شسته و دودان بادرنگ استفاده بردم. با خواهش شما من بادرنگ را با این منطقه ریزه کردم. شما می توانید کوبیکچه کرده استفاده برید. من مایده کرده ریزه. من اکنون چسناک را ریزه کردم. چسناک کبود دخترا. من در اینجا نوبتی شاول را مایده کرده ریزه کردم. من در اینجا همش را نغز ریزه کرده. به بالایش 2-3 قاشق رستیتی نیم مسله همراه کرده. نیم قاشقچه نمک آمیخته کرده. همش را نغز آمیخته میکنیم. من سلاطی با نغز آماده شد. من گرفتم. حتما آماده کنید. دستگیری را دوستان عزیز فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما است. من سلاطی آسانک. من در اینجا امروز برای افطار منتو آماده کردم. منتو سیلکش تیار کردنی منتو در کانال من بسیار برای من تیار کردنی منتو را به ویدیو گرفتم. دوستان عزیز، خیر تا ویدیوهای آینده در پناه الله مهربان باشید. خیر، خدا حافظ.